خسته نباشی. فریده چرا آمدی؟ با تو گپ دارم شرف. چی میخوایی؟ بیا در درون صحبت کنیم. وقت ندارم فریده، چیزی گفتنی باشه همینجا گوی. شرف، من میخواهم که من بعد از پدر و مادرت جدا زندگی کنیم. میخواهم که از جنجال‌های در بینمون بوده کسی خبردار نباشد. خودت دیده ایستاده ای که با اونها یک جا زندگی کردن دشوار است. نافهمایی ها زیادن. بیا ما از اونها جدا زندگی کنیم. نه خود. چی تصادف؟ شما اینجا کی اومدید؟ این نحس از کجا پیدا شد؟ این چی باشه؟ هر باری که پوشیدی ما رو با خاطر میاری دادم. پدر خیلی زیبید است. از شما فقط همین رو انتظار شدم ممکن بود. کو ببینم داری؟ دست دراگیر این برای سوال است. مالا فهمیدم. یک گربه باز میدهم. این رو ینگه میکشایم. بخونید اگر با یاسمان مقبول نشود از شما سخت میرم. بیا شرف یک گربه اون نشون دهیم. خیر مایلاش نگاه کن. کده گمان نمی کنم که یکان چیزی خوبه باشه، اما برای جزا دادن ینگه سرم را مسخره نکنید. تشکر. مرحمت گذارید. مرحمت. من همچون مأمور عقد نکاح هر دوی شما را زن و شوهر اعلان میکنم. مبارک باشد. براو. عروس مبارک نباشد. بر تو هم مبارک. توی مبارک باشد. مرا دیده حیران شدی جناب داماد. پدرت مرا حیران کرد یاسمن. گمان نمی‌کردم که به توی ما میآید. هیچ گمان نمی‌کردم که به تبریک ما میآید.
وقتی که او رو در اونجا دیدم ترسیدم که باز با موزید بر اومده جنجال میکند. انا دیدی به همه مشکلی ها نگاه نکرده ما زن و شوهر شدیم. حالا هم باوریم نمیآید امیر، یعنی من در حقیقت همسری تو شدم. Minor, کاری دردی؟ خداوند به آدمان ظلم نمی کند. او تنها ما را امتحان می کند و می بیند که ما چگونه رفتار می کنیم. هر خطایی که می کنیم دیر یا زود حتما سزایش را می بینیم و هیچ گناهی بی جزا نمی ماند. من نیز همچون یک پدر شاهد خطاهای زیادی فرزندانم گشتم، ولی برای پیش راهی آنها را گرفتن کاری کرده نتوانستم. فریده، خودم رو مثل پرنده آزاد حس میکنم، گویا بال برآورده به سوی حیاتی نو پرواز میکنم. خدا را شکر که پس از این قدر سرخوشه های زیاد با خاطر جمع به سیاحت تریانه میرویم. امیر، خدایا این چی گفت؟ و آن روز به سر عائله من بلای عظیمی آمد. دو حادثه ناخوش. یک پسرم دیده و دانسته به کام آتش می رفت و دیگرش باشد برای زن دوست داشتهش در دو راههای تقدیر حیران بود. لیلا؟ کی تو رو زد؟ و اینقدر چیز و چونت به کجا میاری؟ به نزد تو اومدم. به نزد من؟ پیش از خبردار شدن اتیلا مرا از اینجا ببر خواهش میکنم. آن روز یک نفر دیگری هم بود که باید خلاصه درست می برآورد. مادر نبیره‌هایم، آنی که مثل دخترم دوستش می داشتم. کیرینم فریده. وقتی که فریده کودکانش را گرفته از خانه برآمد، چقدر بی قدرت و عاجز بودنم را فهمیدم. در یک راه بی بازگشتی پرپیچیده بودنم را حس کرده از خودم نفرت نمودم. کی میتواند زنی را که به او تهمت کردند باز دارد؟ ما هم نتوانستیم. ببخشید، از من راضی باشید. بی روزی که شما از اینجا رفتن نمیخواستم. دعاهایتون رو از ما دریغ ندارید. شما هم از ما راضی باشید. زود به خبرگیریتون می آیم، خواطر نشوید. دخترم فریده اصلا نگذارم، به هیچ کجا نمیریم. انا همان روز فریده به سخنان شرف گوش نکرده رفت. این دفعه سرخم نکرد. اما من میدانستم که فرزندانی که از مادرشان دور کرده شدند آه میکشند. مادرشان نیز آه میکشند
و قلبشان به غمخانه مبدل می‌گردد. فریده آنها از درس دیر میبرویند. نه حاضر میبرویند. تو دیوانه شدی یا شر؟ چیکار کردم؟ خواستم کمی ساکن شوی. چی تو گرم نشدی؟ گرچنده لازم نبود. ببین موری دوستره به نزد ما خزیده می آید. انا رسیدم پسرم. خیر من به درون می درویم. خوب است یشر؟ خدایا توبه. پدر جانش ما آمدیم. چی گم شد؟ چرا آمدی؟ چه ها میگویی؟ مگر تنها به بهانه کار نزد آمدم ممکن پسرت تو را پزما شد. ما پدرت را زود پزما میشویم اما کار او خیلی زیاد است. کار کردنش لازم است. پینار کارم در خط زیاد است. حاضر باید برای کودکان را از مکتب گرفتن روم. این طور باشد بیا همراه میرویم شرف. یک بار ما را هم تو خانه میبری. یا در خانه فرصت نمیابیم. در راه کمی صحبت میکنیم. من با تو گپ دارم. بیا رفتیم. مایلش رفتیم. یاشار من باتر می آیم. مایلش دیر شد روگرد. یاسین مادر جان بیا مادر جان پسر جانم جانی مادر رو پزمان شدم پسرکم. مادر جان خوب هستی پسرم؟ دیگر نمیرود مادر جان؟ همراه ما میمونید؟ وعده میدهم که همیشه با هم میمونیم. پسرم خواهرت در کجاستن؟ با خونه برمیگردید مادر جانکم. پسرم امروز خواهرت به درس آمده بود. امینه در کجاست؟ حاضر میآید کتاب و دفترش را جمع کرد. فریده زودتر رفتنمان لازم. حاضر دخترم آید. کجایی؟ امینه جان کتاب را در بالای میز فراموش کردم. رفتم میاری؟ یاسین پسرم زود با ماشین درو. آخر مادر جان درو گفتم. یاسین شرف یک کرسی کودکانه گیر. این طور در آغوشم خسته میشوم. لازم نیست. دیگر همراه کودک با ماشین نمیشیم. چی خیلی لازم نیست؟ چی به خاطری فرزندمون برات مهم نیست مگر؟ و باز جورا پولی خانه ما رو تا حال نسپاریده ایم. صاحب خانه چند مرتبه شد که برای پول می آید. چی گفتنم رو نمیدونم. حالا پولم کفایه نیست. جمع کرده میدیم. فریده در کجاست؟ او حالا همراه اکش زندگی میکند. در یاد ندارم. نامش چی بود؟ اتیلا بود چی بود؟ گریان نکن جانکم.
اویی با خودم پسرم را حتی یک دقیقه هم پرتوفته نمیروم. نمیدونم فریده چه خیلی مادر است که دو کودک رو پرتوفته رفت. فریده بسیار مادری غمخوار و مهربان است. اوی پسرکم جونکم. خانم فریده التماس یاسین رو از ماشین فراره. شما مرا در حالت ناگوار نگذارید. امینه در کجاست؟ خانم فریده شما مرا نمیشنوید. آقای شرف گفتن که کودکان را به شما نشان ندهند. آنها فرزندان من هستند. کسی به من مانع شدن نمیتواند. یک طرف استید. آقای نصیب را باز یک طرف استید گفتم. خوش میکنم شما یک طرف استید. راه دهید. شما ما را فهمید. معلمه کودکان را به شما داده نمیتواند. امینه دخترم. مادر جان نمیتواند. امینه. امینه دخترم. دیگه نکن پسرم. ای او فریده نیست. فریده آرام شو دخترم. دخترم آرام باش دخترم. تو ممکن نیست. فریده زود باش فریده. پدرم هم میآید. خانم یاسین رو فرارید. یاسین رو فرارید. امینه گیریم شما دیگه نکن جونکم. دختری من است. اسما مادرم چرا مرا پرتوفته رفتی؟ دخترم رو گرفته به خونه برم. کودک دارم چی کار برم؟ شرف کنی بس کن. گویا مادرت کودک باشد. پیش دارم. مادر جان برای چه امینه رو به خود نگرفتیم؟ چی او در آنجا میماند؟ زیق نشو. او رو هم میگیرم. چطور میگیری فریده؟ اتوبوس پس از 2 ساعت به راه میبراید. مادر جان ما به کجا میرویم؟ تو فکر این رو نکن چیر بچه. فقط برای تو یک جای آماده کرده است که نیم بس شاهانه زندگی میکنی. اکا جان نمیروم. او رو گذاشته نمیروم. اگر اینجا مانید امروز یا فردا شما رو مییابند. بیعقلی نکن. حالا با جای گفتم روید. بعد اون روز آماده دخترت رو هم گرفته میروید. نمیتوانم. بی دخترم رفتن نمیتوانم. چاره دیگر نداری فریده. نمیفهمی؟ اگر پس گردیم یاسین رو هم از دست میدی. گمان کردی که تو رو به حالت میگذارن. این زند چی شد؟ شرف از پسمان است. من کن ابلا یک دمت را گیر. من کن بادی بودم من کن آتیلا ایستو میگویم آتیلا فریده از این کاری کردن پشیمان نشوی. ماشین میرد این ابله نمیبیند. این آدم چیکار میکند؟ دیوانه است. شرف مادر ماشین شرف ماشین مادر ماشین شرف
خواطر نشو پسرم. پدرت خوب است، با هیچ چیز نشده است. انا دیدی یک قدم نگذاشته از پس ما شد. یک روی نکن فریده راست به автовокзал میرویم. بیا پسرم. سرده او را فریده. نمیدیم. سرده. یاسین. رو نمیدیم. نمیدیم. با تو میگویم کودک رو سرده. نمیدیم. فریده. شرف کودک رو سرده. تو کاردار نشو. با تو بعد گم میزنم. اگر مرد باشی حاضر گردن. حاضر گردن. اتیلا نزد. بس کن همراهش. فریده کودک رو گرفته بر. گرفته بر. مادرم رو نزده. Yes. چی؟ زودتر پسرم. با کجا میره دختر؟ به شهر زودتر. فهمیدم. گم زن. پسرم رو با کجا برد؟ با تو میگم گم زن. من با کجا رفتنش رو میدونم. حتما رفت آنها رو میرم. مرحمت آقای خیریدی. دستت درد نکنه. اشتهای تو. بخیرت انشالله. نپرسید. تو چرا گریه میکنی؟ یاسین در کجاست؟ مادرم مرا پرداخت رفت. یاسین را برد. تو چی ها میگویی دخترم؟ یاسین را برد میگوید خیریدی. همروی اکش در نزد مکتب انتظار بودند. فریده در روزی روشن پسرش را گریزاند. کاش کمتر بر وقتتر میرفتیم. تو همروی شرف به مکتب رفتی؟ ها، خواستیم کودکان را از مکتب گیریم. دخترکشان را چند وقت است که ندیده بودند. همراه به خانه آمدنی بودیم. خود شرف در کجاست؟ انشالله یگان بیعقلی نمی کند. خدا جون. شرف در حال از پسشان رفت، اما حالا در کجاست نمیدونم. آه فریده، رفتنی خودش بس نبود که باز کودکان را گرفته رفتنی است. خیلی نباید. یکی پدر دیگری مادر. نه آنها را پسند نه تعریف کن. آنها را با هم دشمن نکن. رفت دخترم. تشکر برای امینه رو آوردنت. رفت. من رفتن نمیتوانم. یک بار لباس کودک رو عوض کنم. بیچاره تر کرده است. من با بالو رفته به حضور عوض میکنم. شو جونم باز نگویی که نگفت خریدی. این دختر، این مار، این خانه را صاحب میشه. بس کن او جرأت نمی کند. اگر کند من اجازت نمیدیم. شیرین نکم. بوبین جانکم. پسرم حجره‌مان رو بوبین. با تو مخور شد؟ به این لطفاره ها اهمیت نده. همه آنها رو میپرتاییم. به اینجا نگر. انا در اینجا قواره تو رو میگذاریم ها؟ وقتی که اون دو چرکنک از اینجا رفتن این حجره از آن تو میشود. اما برای عمل گشتن همه این تو باید دقت عمکی شرفت رو به خود جلب کنی. اگر مهرت رو در دلش جا کرده توانی همش خوب میشود. فهمیدی جونکم؟ امیر، فریده یاسین رو دوستی حتما به نزد مادرش میبرد. من حاضر به خانه غلیب رفته ایستادم. تو پلیس رو به آنجا فرست. این یگان خیلی جنایت نیست. شما حالا هم با فریده زن و شوهرید و کودکان از هر دوی شما حساب میشوند.
یعنی این را کودک دزدی نمیگویند، او جنایت صادر نکرده است. یعنی چی کاری میخواد کردن گیرد؟ شرف، من به تو قانون را فهماندم. غیر از این از کجا میدونی که آنها در آنجایند؟ اگر نباشند هیچ فکر کردی که عاقبتش چی میشود؟ فهمیدم. یعنی تو با من کمک نمیکنی. شرف، باز یگون کاری خطا. شرف کمی دیگر کوشش کنید. امروز کمی بهتر شده. گوش میکنم؟ البته میکنم. بله، همین جوره. آقای امیر، دختر با شما صحبت کردن میخواهد. فهمیدم. با کارهایی که با آقای مدحت دخل دارند کاردار نمیشوید. آنها را به من بگذار. باقی مانده اش باشد وظیفه تو. بگویی بعد از تیار کردن خوراکشون روز به حجرت میروی. بسیار در پیش پایم نگردی. فهمیدی؟ گفته هایم رو فهمیدی؟ فهمیدم خانم. شما رفته ایستاده آقای مدحت. من شما را گسل میکنم و بیمارخانه میروی. با دکتر گپ زده، میفهمم که یگان بهبودی هست یا نیست. با جای با دکتر صحبت کردن با دخترتون صحبت کنید بهتر نیست مگر؟ ای برادر ایستا میگویم. ای برادر با کجا میروی؟ خدا خواهد یوسف من آبت اتیاب میشه. فریدا ایستا میگویم. فریدا بنده رو برا. شرف؟ یاسین شرف؟ چی شد؟ چه واقعی روی داد؟ با فریدا بیاید که پسرم را با اینجا بیارد. خدای توبه، آنها در اینجا نیستند. گوش کنید خانم، با آتیلا هم فکر شده فریدا را از راه برآوردید. پسرم را با اینجا بیارید وگرنه قسم میخورم که خانه کی را به سرش میگردانی ابله؟ حیات امیر سوزاندنت بس نبود که باز حیات مرا میسوزانی. ما را شرمنده نکن. بهتر باشد پسرم را با اینجا بیاره. آنها با اینجا نامدن، نمیفهمی شرف؟ من گپم را گفتم. دارید او را دارید. تو به خانم تشکر کن وگرنه تو را زنده و زنده میگراندم. با تو بعد کم میزنم. دفع شو. برادر شد باز. متاسفانه به شما خبری ناخوش میگم آقای امیر. نتیجه تشخیص به دستمان رسید. دوباره راه گشتن همسرتان در گمان است. فهمویو، لیکن اگر او را به خارج کشور فرستیم نمی شود مگر؟ برایتان کمی دشوار می شود، لیکن اگر خواهید به دیگر طبیبان هم مراجعت کنید. اما امید خیلی کم است. در این گونه حالت ها تنها از جهت روحی می توانید به بیمار کمک کنید. همسرتان را دستگیری کنید. از خدا ناامید نشوید. طب روز به روز پیش می رود. اگر یگان امکانیت شد من هم کاری از دستم آمده را می کنم. فریدا در کجایی؟ اتیلا چی شد؟ حالت خوب است؟ خوبم. شما چیکار کردید؟ به автовокзал رفتید؟ حاضر رسیدیم. اکنون رفته چیپتا میخریم. خوب زودتر باشید. چیپتا خریده زود به اتوبوس سوار شوید. پس از رسیدن به من خبر دهید. میلش لباساتون رو با دیگر اتوبوس میفرستم. اتیلا تشکر. خیر روی سفید، رسیدی به من زنگ زن. لبای جانکم، نه در جای کار تنهاییم چی شد؟ تو در اینجا چی میکوبی؟ خرسند نشدی مگر؟ البته که خرسند شدم، اما شرف حاضر به اینجا میآید. ما باز چقدر همین خیل پنهانی زندگی میکنیم یا شر؟ من همین را نمیخواهم، اما اگر اهل وایله‌مان فهمند شرف میآید. زودتر پنهان شو. خونه‌تون رو به سرتان شفایی کنید. هیچ چیز پیشی رای مرا نمیگیرد.
چی شد شرف؟ باز خانه یکی رو به سرش میبرداری؟ در آنجا بودنش رو میدانم. دیگر به کجا میرود؟ شرف تو دیوانه شده ای چه ها میگویی؟ فریده همراه یکش یک جشن پسرم رو گریزاندند. باور نمیکنم. من میدانم. لبای مادر. نه، من در کجا پنهان شدنش رو میدانم. همین همراه مادرش است. خودی حاضر با جانان گپ زدم. او از هیچ چیز خبر ندارد. فریده اومده از او پول پرسیده رفته است. همش همین. پس فریده در کجاست؟ من از کجا میدونم؟ این رو آن اکای نیم دیوانه اش میداند. کی میداند آنها را به کجا برده است؟ پسرم به کجا رفتنشان را به من نگفت. البته فهمیده نتوانستم. بله اکاش یک قاتل است. چی طور زورت به او میرسد؟ پسرم خودت را از او احتیاط کن. کی میداند زن و فرزندت را به من آنها را میابم. یاشار تو به خانه اتیلا رو. من باشم رفته بنده را میبینم. شرف به هیچ کجا نرو. سرت رو به بلا میگذاری که بودنی اتیلا رو نمیدونی مگر؟ من رو میدانم ولی او مرا نمیداند. شرف نه تو گفتم را کن. رفته خانه اش رو بین. اگر در آنجا باشد به من خبر ده. پسرم شکمت را نخزیر کن چون که راه دور باز گرسنه نمانی. مادر جان کی اتوبوس برام میبراید؟ پس از نیم ساعت به راه میبراید. من و تو با یک جای خیلی دور میرویم پسرم. مکتبم چی میشود؟ پگاه امتحان دارم. اینها رو بعد مصلحت میکنیم. در اونجا در یک خانه زیبا زندگی میکنی. در مکتب همونجا میخونی. رفیقان نو پیدا میکنی. من بعد همراه امینه در یک مکتب نمیخونیم. شاید رونش خنک نشود. اوی پسر جونم. امینه؟ امینه میدانم که خوب نیستی. بس کن اکنون. وقتی که تو گریه میکنی خریدین هم گریه میکند. میگوید که اپم دیگر گریه نکند. نمیتواند گپ زدن نمیتواند. ببین گپ میزند. خریدین رو در برات خوبانم ها؟ کنی پسرم؟ او رو دار باز نفتد میلش؟ لیکن مادرم یاسین رو همراهش برد گفته زیخ نشد. نگاه این دودرچه خوردیت است. همراهت است و باز پدرت هست. او هم تو رو خیلی دوست می‌دارد. من هستم. ما میبد در برات میشویم. مثل مادرت پرتوفته نمیرویم. زیخ نشم میلش. این ببینید 2 ساعت شد که به پایان نمی‌پراید. البته فریده که نیست خونه در دستی او ماند. خدا داد. پسرم آرام شد. در حال خوابش بود. دلم نشد که او را بیدار کنم. شما که او را ناراحت نمی کنید. کودک نوزاد را چطور ناراحت میکنی؟ کاش همه غم و درد از ما دور میشود. روز راست به خانه امان میرویم. خدا شفا دهد. امروز بهتر شدم همین طور نه؟ زیر نشود یاسمن جان. در مدت کوتاه صحت میشوی. و تو قول میدهم. کوبیا. تمام. یاسمن دخترم روید از اینجا. به همسرم نزدیک نشوید. او دختری من است. با فرمان شما ما رو تیرباران کردند. باز دخترم میگویید؟ من حتی به یک تاری مویت ضرر نمیرسانم یاسمن. شما چی ها میگویید ها؟
دختری بود، هر دویمون میمردیم. حالا با کدام روی به نزد دخترتان میآید؟ باز شرم نداشته ضرر نمیرسانم میگویید. نکردم، اما لازم شود میکنم. به من گوش کنید جناب، به خدا قسم، اگر به همسرم ضرر رسانید شما را میکشم. مثل شما نامردانه نه، بلکه راست با چشمانتان نگاه کرده از پیشانیتان میپرانم. آقای غالب، از پیشانیتان. تو چرا اینقدر سگ بر این عکاس میزنی ها؟ این چی گپ زنی؟ این چه رفتار است؟ دیروز از پستان بودم، امروز هم از پستانم، پگاه هم از پستان میشوم. شما چقدر انسانی پس بوده اید؟ دختری بیچاره‌تان شاید تا آخری عمر راه گشته نتواند. شما باشید به نزد من آمده باز تهدید هم میکنید. یاسمن جانم، یاسمن شده کنون حسرتان رو گرفته، دخترتان رو از راه گشتن محروم کردید. اکنون خورسندید ها؟ خسته نباشید. تشکر. با من اتیلا لازم. در یکی از زمین کشتی ها کار میکنه. او رو میشناسید؟ بله، چی بود؟ من یک رفیقش هستم. او رو دیدنم لازم. اما در کدام کشتی کار میکنه نمیدونم. حالا در آن کشتی نوران کرده شده. تشکر. بهودا نرو، حالا ناماده است. کی میآید؟ هر بگو یک بار میآید، اما کی اومدنش رو نمیدونم. اگر خواهی نیم ساعت انتظار شد، شاید بر وقت تر آید. سلامت باشید. خانم نباید گفتنیم که به این دشمنی خاتمه دهیم. آفتاب از کجا برآمد؟ تینجی است؟ من میدونم که تا امروز شما رو خیلی رنجاندم، حق هستید، اما میدونید همه این رو به خاطر پسرم خریدین کردم. کار از کار گذشته است، دیگر از این گپا به کی فایده؟ البته که به پسرم فایده. شما قبول کنید یا نکنید هم، اما او از خون شما است. نخواد که برای گناهایی کرده ما او جزا بیند. بیاد این رو به خوبی حل کنیم. شاید از نو به من گوش کن. اگر نیتی به خونه آمدن داشته باشی خطا میکنی. کور یک بار اسرعش را گم میکند، مرا فهمیدی؟ ما رو نزد دوست و دشمن شرمنده کردی. من دیگر خطا کرده نمیخواهم. در اصل هر دوی ما با هم مانندی داریم. چی طور مانند بودیم؟ یعنی که شما نیز مثل من مادری فداکاری هستید. همین طور نه؟ محض برای در بیرون نماندنی فرزندانتان از دشمنی جانیتان پول طلب کردید. خاموش، حالا وقت این گپا نیست. چی نیت داری کشتون؟ شاید من نیو پسرم به مهرتان سزاوار گردد. التماس این را از او دریغ ندارید. این را همچون یک مادر از شما خواهش میکنم. امینه امینه دخترکم
دختری من است. اسما پسرم، تو دادرچه خوردیت رو یکون بار دیدی؟ نه. بیبی و بابایت چی؟ نه. پینار تماما به خانه نامد. اما پدرم میرفتن. خوراکشان تمام شده بود. خالای پینار زنگ زدن. پدرم از سر دسترخوان خسته رفتن. فریده ایفگل، فریده ایفگل نیستم. منم. شما 3 چیفته خریدید. نفر سیوم می آید یا نه؟ امیر مرا به حاجت خانه میبری؟ البته جانکم، حاضر میبرم. بیا جانکم. Söylesin kimseler benim kadar, benim kadar. Söylesin kimseler benim kadar, benim kadar. Söylesin Yasaman, Batı yagon çiz lazım است. benim kadar. Söylesin kim öder. Yasaman. Benim kadar, benim kadar. Söylesin kim anlar. Yasaman. Uğruna kadar. Yokluğuna kim yanar. Benim kadar, benim kadar. Söyle sana kim can ver, kim ağlayır, kim güler. Ömrünü perişan eder. Benim kadar, benim kadar. نه، افسوس که در خاطر ندارم. چرا او را میکوبید؟ باید او را دستگیر کنیم. مدت زیاد است که نیست. فقط از روی معلومات در دست داشتم او را در مهمانخانه برج دیدند. نامزدی من نیز همینجا می ایستاد. به این هم به هر نفره که در آنجا می ایستد پرسش میگذارانیم. کمال با شما یگان رابطه دارد؟ برای چی؟ مبلغ به مهمانخانه پرداخت کرده کمال با کارت کردیتی شرکت شما داخل دارد. او را که نشناسید چرا پولی در مهمانخانه ایستاده نشون میپردازید؟ همه کارگران ما کارت کردیتی دارند. شخصی گفته تا هم یا از کارگران پیشینه‌مان است یا اینکه با یکی از کارگران خویش و رفیق است. او با پول من یک شب در مهمانخانه ایستاده است. یعنی گفتنید که کمال با شما هیچ رابطه‌ای ندارد؟ بس کنید آقای مفتش. من برای این یک پرکروری با تجربه چطور میتواند با این گونه آدمان رابطه داشته باشد؟
اگر سوالی دیگری نداشته باشید رفتنم لازم است. عذر میخواهم. مهم نیست. من با کارگرانتون صحبت میکنم. اگر خواهید یگان روز دیگر بیایید، زیرا وقتی کاری من تمام شد. قریب همه به خانه هاشان رفتند. هیچ گپ نه. من یگان کس رو مییابم. اوی شیرینکی مادر، پسر جوناکم. اوی پدرت چی شد؟ پسرت رو پس مال شدی؟ حالا وقتی خیلی گپ ها نیست. کمی پیش پلیس نزدم آمده بود. کمال رو پرسید. خیر پرسیدن گیرد. او را باری آخر تو دیدی و البته در کجا بدنش را تو میدونی. چه خیلی که گفتم پول رو گرفته گریخت. کی بود؟ شرف زنگ زد. شرف یاسین را یافته است؟ حالا هم کافه ایستاده است. خواطر نشوید تا بگاه او را به خانه میارم گفت. اوی جونی مادر. اوی کنی ببی جانش 5 دقیقه نبیرد آن را نگاه کنید. من به حمام رفته میایم. تلفنت را بردار یاشار. ای خدایا، حالا باشه دست نرسست. برادر شما اتیلا رو انتظار بودید؟ آها. انا ببینید. آنا در آنجاست. اتیلا لابای با من اتیلا لازم. من اتیلا؟ نه من دیگر اتیلا رو میکنم. ها فهمیدم. تو همون احمق رو در نظر داری. باید امروز به کار می اومد اما نه اومد. اگر خواهید سحری بیایید بر وقت به اینجا می آید. تینجی است؟ فریدا؟ پسرم بیا بسری دسترخوان. من پسر شما نیستم. مراد او پدری من نیست. مراد کنی زود از اما که یاشار بخشش پرس. مراد لیلا بس است. کودک را مجبور نکن. مشکلی های خودمون کم بود باز اون ما رو زیخ میکند. زیخ نشو جانکم. همین مسئله به خارج رفتنمون حل شود. باید حل شود یاشار. انا خودت هم دیده استودایی کو ینگت از شرف جدا شود هم اتیلا باز هم به بینتون میداروید. اگر که شرف یک جا به خونه رویم میگفت چی؟ انا باز زنگ میزند. من زنگ زنه جواب نده. آخر از او خلاصی نیست.
هرچی باد و باد میبردارم. لبای؟ یاشار تو در کجایی؟ 2 ساعت است که تلفن در دست ایستادم. چی شد آتیلا رو یافتی؟ شرف، من به تو یک چیز میگویم اما تو نادرست نفهم. یاشار از برای خدا گپ رو دراز نکن. جانم به لب آمد. تو باشی شب شب میکنی. من به خانه اونها رفتن نتوانستم. چی در نتوانستی؟ تو با من بازی میکنی؟ تو طرفدار کیستی؟ شرف، آرام شو. اول مرا گوش کن. چیکار کنم آخر؟ رفته سرم را به بلا گرفتار کنم؟ اگر نخواهی لازم نیست. باز برادر نام دارد. حیفی تو. باور نمیکنم. باورم نمیآید. آنها از شرف رها یافتن گفته خرسند شدم. چرا برگشتی؟ امینه رو چطور پرتافته روم؟ چهرهش از پیش نظرم نمی رود. تو مراد رو فراموش کرده می توانی؟ پرتافته می توانی؟ از کجا دانم خواهرم؟ نمیدانم چی کار کنم. تو هم علم داری، من هم. احوالمون چی میشده باشد نمیدانم. امینه رو هم میگیرم. جگربندانم رو به دستی اون زن نمیگذارم، میگیرم. امینا تو در اینجا چیکار میکنی؟ مادرم رو انتظارم. اگر مادرت میخواست تو رو از نزدی مکتب میبرد. از پدرت ترسیده باشد این گپی دیگر. لیکن تو از پسی ماشین چقدر دویدی؟ از کجا میدانیم؟ شاید که او یاسی را زیادتر دوست میدارد. بیچاره پسرم خیلی خسته شده، خوابش برده است. با جوی خوابش برای؟ آتیلا درو کشا. خدا رو بیتا باش خانم زودتر. یاسین درو کشا با تو گفتم. یاسین خیز. چی شده است مادر جان؟ زودتر هیچ چیز نی پسرم، زودتر بیا. آتیلا کشا. آتیلا. کاری گپ زن آنها با کجا رفتن؟ با کجا رفتن؟ وای 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 سوپر پدر ها؟ ابله اگر من کی بودنت رو نمیدانستم باور میکردم. با من گوش کن آتیلا. پسرم در کجاست؟ نمیدانم. تو ابله بازی کردن میخواهی؟ یاسین پسرم در کجا بودنش رو گپ نزنی؟ خودی حاضر میکشم. احمق من از کجا دانم؟ پسرم در کجاست؟ نمیدانم. ایستا جانم، ایستا من میدیم. من خدا میکنم. دست من
با من مثل ناتوان ها نگاه نکن. من ناتوان نیستم. کارم را خودم کرده میتوانم. کرسی زبیل مونده چرا اینقدر دور است؟ شام بخیر. شما رو ناراحت نکردم؟ نه گذر. مرحمت. زنگ زدم، تلفنتان خاموش بود. پیغام رفیع خواستم به شما خاطر رسان کنم. پیغام بوده؟ من فراموش کردم. یاسمن رو من یاسمن رو تنها گذاشته نمیتوانم. من شما رو میفهمم. امیر با شما چی شد؟ امیر باباش مرا. هیچ گپ نه. تو بگو. بعدا رو میخوریم. لبای سردار مرا جیغ زدید؟ های عقلت در جایش است مگر؟ از نزد مکتب پسرت رو گریزانده توانستی، اما از خانه چطور میگریزانی؟ مادر جان، 1 کیلو کرده رو هش را مییابم. شرف از پسمون است. دیگر جایی برای رفتنمون نمونده است. امینا رو گرفته هر چه زودتر از اینجا میروم. من هم میروم مادر جان. به احوالت نگر. در نصف شب در بدر شده ای. شکر کن که این روزهای خوبی توند. وقتی که امینه رو هم گریزاندی، انا بعد مشکل هایت آغاز میابند. مادر جان، من به همش چشم پوشیدم. بیهوده خودتان رو خسته نکنید. پسرم، تو حاضر در نزد بیت است؟ من خواهرت رو گرفته زود برمیگردم. بعد از اینجا میروی میلش. جانکم. گیر گفتم. تشکر مادر جان. آقای میدهد خواستن که من شما رو برده رسانم. خیلی فکری خوب کرده است. یعنی ما هم به سرپناه نبوده ایم. لازم نیست، من خودم میروم. فریده ایستو. اگر شرفت رو دستگیر کند میدونی چی میشود؟ چشم خون گرفته است. آدمانی آقای میدهد رو محافظت میکنند. به من گوش کن. مادر جان، مرا محافظت کردن لازم نیست. امینه رو گرفته زود برمیگردم. یاسین. سخت میترسم. خدا او رو در پناهش نگه دارد. دختر شما فرزندی من به حساب می رود خانم جانم. هر که شما را خفه کند با من روبرو می. با فرزندی که از مادر دور شده است چطور می توان مهر مادر را فهمید؟ در اصل مادران شفقت دارند. دوستداریشان کم باشد هم دلشان پر از مهر و شفقت است. اما شفقت دوستداری بی جواب است. مادری که پر از شفقت است چطور میتواند بین فرزندان یکی را انتخاب کند؟ برای هر کدامش جانش را اگر گرفتن خواهند میدهد.
از بحر همه چیز میگذرد، اما در چنین حال این را فهماندن دشوار است. از دستمان ابله رو به زوری خلاص کردم، وگرنه میکشتمش. آفریدا سری پسرم رو به بلا گرفتار کردی. کی سری کی را به بلا گرفتار کرده است؟ بیچاره دختر چندین ماه در پسی درمان گشت، مگر از شرف پنهانی به دیدن کودکانش نمی آمد؟ باز او حق است اینطور؟ باز شرف گناهگار برآمد. من کلینم را میدانم، اگر با خوبی گپ میزدیم میفهمید. مگر همیشه نبود؟ چندین ماه من او را زاری التجا نکردم، کوشش نکردم که او به خانه برگردد، اما او کاری خودش را کرد. مگر شیشه شکسته را پیوست کردن ممکن است؟ مداخله‌ای که در وقتش نمیشود کار را قفا میپرتاید. اگر کمی دیگر وقت میدادی خوب میشد. از کجا دانم پدر؟ فکر کردم کودکان را یاد میکند، از یک رویش میگردد. همه کارا کردم نشد. بعضا شنیدن سخن بسنده نیست. انسان میخواهد که کسی آزار دهندش تغییر یابد. رفته کودک را گرفت، تو رو به خانه میبرم. میلش وزیر. شرف چیز چارهش رو گرفته، به فکرم به خانه آن زن رفت. بعد نگوید که من به شما نگفتم. اگر مرد رو تنها گذاری همین خیل می شود. شوهر را باید صاحبی کنی. انسان باید اول خودش را صاحبی کرده تواند. از حد گذرانیدم. دلم میخواهد که امینه رو گیرم و برده به فریده دهم. اینش باز نمی رسید. آخر دیدی چی می شود پسرم؟ این دفعه پدرشان را پزمان می شود. دو آدمی کلان کودکان را عذاب می دهند. این طور نکنید. اینها کودکند. آخر اشیاء نیستند که به کجایی که خواهید بردن گیرید. Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Mademciğim! Zaman akıp gider, acımadan soldurup ağlarım. Mademciğim olmadı. Bir küçük toncuyu Amina! Amina isto. Yaşar, او را گرفته به خانه دارم. پرداخت. بیا. امینه رفته. آرام شو. گریه نکن. Bıraktığın herif senin de farklı bir desen. به درون درو یک قهوه نوش، زود به خود میایی. شرف، من برای کودک آریفچه نگرفتم. فردا صبح میگیری.
در این وقتی شب از کجا میابی؟ میابم جانم. اکنون همه جا تا صبح کشاده است. حاضر باید گیرم. بیا شرف التماس. شما در اینجا چی کار میکنید؟ یاسین کجاست؟ خواطر نشم خوب است. ینگه بهتر از شما در اینجا نیستید. به این هم چشمان شرف خون گرفتند. باز شما را نزند. با من کمک کن یشر. مایلش ینگه چی کار کنم؟ تو از من قرض داری یشر. اگر به شما پول لازم باشد نه پول نه. تو با من جان قرض داری. یک دخترم را گرفتی. اکنون دیگرش را بیار. با من دخترم را بیار. من در همینجا انتظار می شوم. تا او را نگیرم نمی روم. شرف جان به من کمک کن. این بالخطه ها را به بالا برار. بین کودکم گریه میکند. آمدیم. خیر خوبی خوش. ایس او رو خوابانه شرف. بعد همراه قهوه می نوشیم. بین پدر جانش پسرت گریه کرده ایستاده است. به تو گفتنی ها دارم. روزی دراز وقت نشد تا به تو فهمونم. بیا التماس. گریه نکن. برای 2 دقیقه می‌دارم. گپت را زودتر گوی. قهوه هم لازم نیست. من زود پسرم را خوابانیده میآیم. گریه نکن پسرم. آمدیم. به خونه امان آمدیم. حاضر من تو را میخوابانم شیرینکم. ای مایمون جایکی من. کنی زود این کشتارت رو دفع کن وگرنه. خدایا من برای قهوه آب مونم. خیر چی بود از تان گپی مهمت؟ من میگویم که با کجا نگاه میکنی؟ به هیچ کجا. امشب در خانه شما ایستم. تو چی ها میگویی پینار؟ آخر من در اینجا شب صداهای هرخیله میشنوم. من میترسم. به خدا میترسم. من از قهوت هم بیزارم. من رفتم. شرف التماس نرو. امشب در اینجا مون التماس. شبت خوش. شرف التماس نرو. شرف سوخت بیچاره. خیلی زیک شده است. او چی خیلی مادر است. نمیفهمم. کناری به وجدان به چشمانی کودک چی خیلی نگاه میکند. با خدا او برای ضرر رساندن فرصت میکابد. باور کن. از شرف خبر نیست. کنی بین شاید شرف است.
شب بخیر یاشار. شرف است. نه مادر جان، از یک رفیقم. با تو هم جانکم. با رفیقت گپ زده ایستاده ای. آه پسرم، اون کپکی رو که تو داشتن میخواهی من کیها پخته خوردم. فکر میکنی مرا فریب داده میتوانی؟ تو در کودکیت هم همین خیل بودی وقتی که کارهای پنهانی میکردی؟ همین طرف چشمانت را میگریزاندی. چیزی هست و با زودی بویش میبراید. همین طرف پسرم؟ مادر جان شما رفته خواب کنید. روزی دراز خسته شدید. روید. چیزی هست. همه شب خوش پسرم. شب خوش. هی اکنون که تنها مانده میتوانیم یک به یک گپ زنیم. همینطور نه؟ چی گپ میزنیم؟ اگر برای کمال آمدی بهوده. تو فکر کردی که برای دیدن کودک اومدم؟ نه من اونقدر به عقلم و نه تو آدمیگری داری. با دهانه نگاه کرده گپ زن وگرنه میکشم. چی شد؟ هیچ چیز. خواستم او رو به جایش خوابانم. بمانده. من خودم میبرم. به خدا نمیدونم. به نام و نیشان شد. وقتی که بوی پول کلام برآمد او با دو تنگ برآمدن نمیرود. ابله یا اینکه همراه او چی نقشه دارید؟ من با او بر اینها کاری ندارم. کمی پیشتر با کی کار داشتنت رو دیدم. همش با عیبی تو شد. اگر مرا با کودکم تنها پرتفته نمیرفتی من هم از پسی مردانی اویلدار نمیدویدم. فهمیدی؟ بسیار ویق نکن. پلیس از پسم است. من برای این کار چی چیزها رو از دست ندادم. باید این رو پیش از آن که قاتل رو برای کشتنم فرستادی فکری میکردی. اگر در این باره دهان کشایی میدانی تو رو چی کار میکنم؟ برای همین عقلت رو کار فرما و دهانت رو بند. مرحمت.
اومدی؟ به وقت شد. کجا بودی؟ مرا انتظار شدی؟ رفته خواب میکردی جانکم. کجا بودی؟ یک دو کار را باید حل میکردم. وقتی کاری چند ساعت پیش به آخر رسید، با خوراک شام نامد، گفته عمم رنجیدن. البته آخر پیش از هر قدم ماندنم باید اول شما رو خبردار کنم. آخر هم خانه و هم شرکت از شماست کو. وقتی اویلادور شدنمون با او زندگی کردنمون رو میدونستی. بله، اما نمیدونستم که این چندین ماه دوام میکند. چیکار کنم آخر؟ بغیر از من کسی ندارد. او رو پرتفته رفته نمیتوانم. فرصتی مناسب لازم. فراموش نکن که همه چیزهایمان از آن اوست. به این هم برای این را فراموش نکردنم هر روز خاطر رسان کرده ایستاده اید. امینه دخترم. پسرم حالا بر وقت است. چه بخستی؟ نمیدانم. خوابم نبرد. حاضر آب نوشیده خواب میروم. خیر مایلش.
امینا تشکر یشار. گیرید الله و زودتر از اینجا روید. پسرم چرا داد میزنی؟ مادر امینا نیست. چیکار نیست؟ آخر کمی پیشتر بالایش رو پوشانده بودم. شاید در حاجتخانه باشد. خبرگیری خبرگیریتم همه جا رو دیدم. ای خدا، این کودک کجا شده باشد؟